هومان عزیز و دوست دارم این فکر خلاق و مبتکرانه تو هستم. صحبت میکنم ببینم امشب کی تو رو دعوت کرده تو این برنامه. حتما همینطوره. من از فردا هست، هر شب این برنامه هست عزیزان. نه شنبه شباست. خب از شنبه دیگه شما ان شاء الله نمیای، من خودم میام. من نوکرتم. بابا چه خبر قربون به عزیزم. آقا میاد از شنبه دیگه آقای قنبری، خواهش میکنم. آقای قنبرالملوک اینجا بالاخره. آقای محترم. بله. پسر آقا پدرام، آقای قنبری، من دوستش دارم. کچل‌ترین تهیه کننده‌ای که من در عمرم دیدم. هر جوری راحتین میتونیم با هم حال کنیم. سرش رو با کفشور همون شسته بود، سه کلش سوخته بود، همش حسیده. بهش گفتیم مرد حسابی روش رو بخون بعد استفاده کن. گفت اتفاقا خوندم روش نوشته بود واسه سطوح صاف. بنده خدا. جانم. حسن جونم. من دیدم که برای برنامه‌هایی که در سطح ایران داری کمتر از هواپیما استفاده می‌کنی، درسته؟ و با ماشین شخصیتون سفر. وای از هواپیما گفت خدای من. می‌ترسی؟ بینندگان عزیز نه چرا بترسم. آها خاطر راجع تو هواپیما بودیم من و من می‌رفتیم کیش که به اتفاق هم یه برنامه شاد رو اجرا کنیم. همین که هواپیما پرواز کرد هومن دید هر کسی بعد از اینکه دیگه هواپیما آرام گرفت در آسمان، یکی با گوشی برمیره، یکی با تبلت، یکی داره MP3 گوش میکنه. هومن واسه کم نیاره یهو دیدم یه تیکه کاغذ دستمال کاغذی برداشت از گوشه جیبش آویزون کرد. من حواسم بهش بود که این داره چیکار میکنه. آروم بهش گفتم هومن داری چیکار میکنه؟ گفت کی واسه من فکس اومد. خیلی آدم باحالیه. میخواد کم نیاره. هومن چرا میخوای کم نیاری؟ گاهی لازم انسان تو زندگی کم بیاره، چون اگر زیاد بیاری ازت میگیرم. بگو سوال تو. با ماشین میرین دیگه اجراها رو؟ آره. شهرستان ها؟ آره. خیلی وقتا با پرواز، خیلی وقتا با ماشین. ولی خب به نسبت من فکر میکنم این خیلی وقتایی که با ماشینم میگی میچربه به خیلی وقتایی که با پرواز میرین، درسته؟ نه تقریبا مساویه. خیلی خوب. تو این مساوی مثلا اتفاقی میفته این که مساوی من با مساوی تو فرق میکنه. آره. من به من میگم من تا حالا 3 بار شکست عشقی خوردم و 2 بار هم برنده شدم، 4 بار هم مساوی کردم، الان هم در رده 15ام جدول هستم. خب میفرمودید زنده باشی. میخواین نپرسیم یه خورده حال کنیم با هم دیگه بعد برنامه تمام بشه. مردم دوست دارن برنامه شاد ببینن. به به. بریم آقا. آقا شادش کن. برو. کجا برم؟ نه بشینیم. این نیست که تو بیای قوانین رانندگی بخوای نصیحت کنی، توصیه کنی، اصلا خوششون نمیاد. نه ما این کارو نمی‌کنیم تو این برنامه. ما هنرمندای مثل تو رو دعوت می‌کنیم میان اینجا و از زبونشون میشنویم که مردم وقتی قرار مواجه بشن با این هنرمندان در خیابون و ازشون توقع دارن رفتارهای خوبی ببینن، نه مخاطره آمیز. خب برای همین گفتم توی جاده که شما رفتین تا حالا جریمه هم شدیم به خاطر سرعت زیاد؟ 1-2-3 باری بله. عجله داشتیم برای که به برنامه برسیم، بعد قول داشتین، درسته؟ جالبه برات بگم نه بحث عجله نبود، اتفاقا ما حواسمون بود که تنظیم کنیم. گاهی اوقات فقط به خاطر اینکه 5 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز بودیم جریمه شدیم و من پذیرفتم. همین. یعنی گفتم جریمه نکن. چرا گفتم جریمه نکن؟ گفتی من حسن ریوندی هم شناختنه. عزیز من شما آدم معروفی هستی، منو کی میشناسه؟ نفرما قربان، نفرما. من رفتم التماس کردم، گفتم تو رو خدا آقای پلیس ما رو جریمه نکن. اصلا حال میکنه اینجوری. یه خورده از این کارا براش کردم، گفت از این بی‌مزه بازی‌ها در نیار خوشم نمیاد و یه 10-15 هزار تومان اضافه جریمه کرد. گفت که چون داری پلیس رو سر کار می‌ذاری اضافه جریمه نمی‌کنم. زنده باشی. خب میگفتی تو بازی‌های بچگی پلیس بازی کردی؟ دزد بازی کردم، پلیس بازی. خب دزد بودی همیشه؟ اومد حاجی عبدالله مدتی سارق بود، رفت یه شب توی خونه دزدی کنه، یه پیرمرد تنها 90 سال عمرش بود. اون موقع هم خیلی هومن قیافش هپری و وحشتناک بود. پیرمرد بیچاره از خواب پرید تا هومن دید، گفت پسرم اینا همه پولا مال تو رو خدا به من کنه نداد. هومن گفت برو خودتو به اون را نزن، بگو نون خشکا کجاست. خب میگفتی از دزد پلیس. میخواستم بگم سر بازی هایی که کردی و پلیس بودی، خب چقدر این حرفه رو درک کردی؟ چقدر دوست داشتی بهت احترام گذاشته بشه؟ به احترام همه پلیسایی که تو گرما و سرما، تو برف، تو آفتاب وای میسن سر کارشون، سر شغلشون. این پلیسای عزیز دلی که سر چهارراه وای میسن یا موتور سوارایی که به هر طریق باید گشت بزنن و مأموریت انجام بدن. پلیسایی که توی محل استقرارشون قرار میگیرن و پست میدن. فکر نمی کنم زیر 4 ساعت باشه تو هر پستی که هستن. من شنیدم تا 8 ساعت هم گاهی اوقات به خاطر اینکه تعدیل نیرو نمیشه میستن و کار میکنن. من احترام میذارم تمام قد و تعظیم میکنم
مقابل پلیسانی که تو این سرما و گرما به قول شما و تو این آلودگی هوا ساعت‌ها می ایستن فقط به خاطر اینکه بتونن خدمتی صادقانه به هموطنانشون بکنن. بسیار عالی. با صحبت‌های حسن ریوندی دعوت می‌کنیم شما رو یه گزارش مستند ببینید. برمیگردیم با ادامه گفتگومون در خدمتتون هستیم. سرتر از حرکت کن، سرتر از حرکت کن، برو بالا. خدا شفا بده. خدا شفا بده. ان شاء الله.